به نام خدا دوستان عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم تبدیل مول از تبدیل مثلا چند مول از یک ماده به تعداد اتم های اون ماده و همچنین تبدیل مول بگیرم و بالعکس رو با هم دیگه یاد بگیریم و چند تا تمرین ازش حل کنیم. ببینید یک مول از هر ماده خب برابر با 6.2 ضرب در 10 به توان 23 تا از اون ماده. حالا اون ماده میخواد اتم باشه، میخواد مولکول باشه، میخواد یون باشه، هر چیزی که میخواد باشه. پس یک مول از اون ماده برابر با 6.2 ضرب در 10 به توان 23 تا از اون ماده. حالا این 6.2 ما دیگه این 200 ما دیگه خیلی در نظر نمیگیریم. حالا توی مثال هایی که میخوایم حل کنیم همون 6 ضرب در 10 به توان 23 برای دقیق تر یا به راحت تر انجام شدن محاسباتمون استفاده میکنیم ازش. مثلا ببینید 4 مول کربن برابر با چند تا اتم کربونه ببینید میگیم که 4 مول کربن ضرب در 1 مول کربن برابر با 6 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم کربن. اینجا هم خط کسری 1 میذاریم زیرش. ببینید 1 مول کربن برابر با 6 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم کربن. یعنی دقیقا همین عبارت تساوی رو من اومدم اینجا به صورت کسری نوشتمش. 1 مول کربن برابر با 6 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم کربن. خب ببینید توی این نوشتن این کسرها به این صورت باید جوری این کسرها نوشته بشن که صورت کسر قبلی با مخرج کسر بعدی یکسان باشه. چرا؟ که بتونیم اینا رو اینطوری با هم دیگه ساده کنیم. مول کربن با مول کربن ساده میشه. حالا اینجا صورت ها در هم دیگه ضرب میشن، دیگه چیزی قابل ساده شدنی نیست. صورت ها در هم ضرب میشن و همچنین مخرج ها در هم ضرب میشن. مخرج با یک تأثیری نداره. صورت 4 6 تا 24 تا ضرب در 10 به توان 23 اتم کربن. پس 24 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم کربن توی 4 مول کربن وجود داره. ببینید به عناصری مثلا کربن، روی، نئون، هلیوم، آلومینیوم، سیلیسیوم و غیره که اینطوری یک دونه ای یا تک دونه ای هستند به اینها اتم گفته میشه. درسته؟ به اینها میگن اتم. اما به ترکیباتی که بیش از یک اتم دارن مثلا هیدروژن، H2O، Cl2، HF، CH4، C6H6 که همون بنزن هست و غیره. به این ترکیباتی که بیش از یک اتم دارن به اینها گفته میشه مولکول. به اینها مولکول گفته میشه. دقت کنید هیچ باری ندارن، یعنی نه بار مثبت و نه بار منفی. به اینا مولکول گفته میشه. اما ترکیبات دیگری هستند مثل NaCl، MgO، AlCl3، LiI
یا لیتیوم یودید CaCl2 و غیره. به اینها ترکیبات یونی گفته میشه، آیونیک کامپاند یا ترکیبات یونی. یک اصطلاح دیگه هم هست که به این ترکیبات گفته میشه فرمولا یونیت. حالا فرمولا یونیت چی هست این رو در اسلاید بعدی یه خورده بهش میپردازم. ببینید توی این اسلاید دیگه تعریف کامل فرمولا یونیت یا واحد فرمولی دیگه به طور کامل آورده شده. میگه در علم شیمی کوچکترین واحد از ترکیبات یا ماده غیر مولکولی رو بهش میگن واحد فرمولی، فرمولا یونیت. مثلا چی؟ مثل ترکیبات یونی، مثل جامدهای شبکه‌ای کوالنسی، جامد شبکه‌ای کوالنسی یا فلز، به اینها گفته میشه که فرمولا یونیت. که دیگه ما به طور خلاصه F دات یونیت دیگه مثلا اونو می‌نویسیم. وقتی که اونو اینجوری می‌نویسیم دیگه تو مثال‌هایی که من به کار میبرم اغلب ترکیب یونی منظورمون هست. ببینید توی این اسلاید قبل ترکیبات یونی که اینجا نوشته شده، خب آیونیک مثلا کامپاند، مثلا NaCl فلز و نافلز، منیزیم اکسید فلز و نافلز، آلومینیوم کلرید فلز و نافلز، لیتیوم یودید، کلسیم کلرید. دیگه اینا کامل مشخصن که یکیشون فلزه، یکی از اتم ها فلزه و دیگری نافلزه. دیگه کامل مشخصه که این ترکیبات یونی هستند. اینجا هم یه ترکیب فرمولا یونیت رو گفتم خدمتتون. حالا بریم برای حل کردن چند تا مسئله. ببینید مثلا گفته میشه که 5 مول CH4 برابر با چند مولکول CH4 داره، چند تا مولکول CH4 داره و همچنین چند تا اتم هیدروژن داره. 5 مول متان چند تا اتم هیدروژن داره و چند تا مولکول هیدروژن متان داره. بخشید یه آف همینجا بنویسم که درست در بشه. خب ببینید برای اینکه بفهمیم که چند تا مولکول داره این متان، این 5 مول متان، میگیم که 5 مول CH4 ضرب در 1 مول CH4 میشه 6 ضرب در 10 به توان 23 تا مولکول. CH4 خب مساویس با 30 ضرب در 10 به توان 23 تا مولکول، یا میتونیم بنویسیم که 3 ضرب در 10 به توان 24 تا مولکول متان داره. 5 مول متان اینقدر، یعنی 3 ضرب در 10 به توان 24 تا مولکول متان داره. خب
حالا میخوایم ببینیم که چند تا اتم هیدروژن در 5 مول متان وجود داره. خب میگیم که 5 مول CH4 ضرب در اینجا هم خط کسری 1 ضرب در 6 ضرب در 10 به توان 23 مولکول به روی 1 مول CH مولکول متان منظور دیگه ها. 1 مول متان معادل 6 ضرب در 10 به توان 23 مولکول متانه. دوباره ضرب در ببین صورت کسر قبلی باید در مخرج کسر بعدی دیده بشه، یعنی واحد صورت کسر قبلی یعنی مولکول متان باید در مخرج کسر بعدی دیده بشه. یعنی اینجا میگیم که 1 مولکول متان معادل 4 تا اتم هیدروژن داره. خب 1 مولکول متان 4 تا اتم هیدروژن داره. خب دیگه اینجا ببینید مول CH4 با مول CH4 ساده میشه، مولکول CH4 با مولکول CH4 ساده میشه. چیزی که باقی میمونه اتم هیدروژن. خب دیگه حالا فقط بمونه که اعداد رو صورت در صورت و مخرج رو در مخرج ضرب کنیم. مخرج که همه یک تأثیری نداره، فقط میمونه صورت ها. 5 6 تا 30 تا 4 ضرب در 30 میشه 120 ضرب در 10 به توان 23 که اونم میشه 12 ضرب در 10 به توان 24 تا اتم هیدروژن. 12 ضرب در 10 به توان 24 اتم هیدروژن. ببینید مثلا گفته شده که 4 مول آلومینیوم کلورید چند تا فرمولا یونیت داره. فرمولا یونیت یعنی همون واحدهای فرمولی، یعنی چند تا AlCl3 توشه، چند تا. 4 مول آلومینیوم کلورید هست، اما چند تا تعدادش آلومینیوم کلورید اینجا مهمه، چند تا آلومینیوم کلورید داره. سوال بعدی هم که چند تا یون کلور داره، چند تا یون کلور داره. خب 4 مول آلومینیوم کلورید تقسیم بر 1 ضرب در 1 مول AlCl3 6 ضرب در 10 به توان 23 تا فرمولا یونیت داره. خب اینجا مول AlCl3 با این مول AlCl3 ساده میشه، 4 ضرب در 6 میشه 24 ضرب در 10 به توان 23 تا فرمولا یونیت یا واحد فرمولی. از یا فرمولا یونیت همون دیگه آلومینیوم کلورید دیگه، یعنی 24 ضرب در 10 به توان 23 تا
از ترکیب یونی آلومینیوم کلرید داخل این 4 مول آلومینیوم کلرید وجود داشت یا وجود داره. خب حالا میخوام تعداد یون‌های کلرید رو محاسبه کنیم. 4 مول آلومینیوم کلرید ضرب در 1 مول آلومینیوم کلرید معادل 6 ضرب در 10⁻23 تا فرمولای یونیت یا واحد فرمولیه و همچنین ضربش میکنیم در چی؟ ببینید یک دونه واحد فرمولی یه دونه واحد فرمولی 3 تا یون کلرید داره. 3 تا یون کلرید داره. خب یه دونه واحد فرمولی 3 تا یون کلرید داره دیگه، درسته؟ خب پس حالا ببینیم چطور میشه. مول آلومینیوم کلرید با مول آلومینیوم کلرید ساده میشه، فرمول یونیت با فرمول یونیت ساده میشه، چیزی که باقی میمونه یون کلریده و سوال هم از ما یون کلرید رو میخواست. به همین صورت به دستش میاریم و فقط میمونه که اعداد رو در هم دیگه ضرب کنیم. جواب حاصل میشه که 72 یعنی 4 ضرب در 6 ضرب در 3 مساوی با 72 ضرب در 10⁻23 Cl منفی آیون. این هم به همین صورت جواب راحت به دست آمد. ببینید توی سوال بعدی گفته شده که 3 ضرب در 10⁻24 تا اتم هیدروژن برابر با چند مول هیدروژنه. اینجا حالا تبدیل تعداد اتم به مول. خب میگیم که 3 ضرب در 10⁻24 تا اتم هیدروژن ضرب در، ببینید اینجا دیگه برعکس، اینجا باید بنویسیم مول، 1 مول از هیدروژن، 1 مول از هیدروژن معادل با 6 ضرب در 10⁻23 تا اتم هیدروژن. خب به همین صورت اتم رو ما تعداد اتم رو زیر نوشتیم که با این تعداد اتم اینجا ساده بشه، خط بخورن و اون واحدی که میمونه واحد مول ما باشه. پس عدد 3 تقسیم بر 6 مساوی میشه با 1/2 ضرب در 10⁻24 تقسیم بر 10⁻23 میشه 10. پس جواب ما میشه 5 مول از هیدروژن. 5 مول از هیدروژن. ببینید برای اینکه ما جرم مولی ترکیبات رو به دست بیاریم باید جرم تک تک اتم های اون ترکیب رو با هم دیگه جمع کنیم. یعنی چی؟ یعنی ببینید C2H6 اتان جرم مولکولیش میشه چی؟ جرم مولی یا جرم مولکولی هم واحدش گرم بر مول هست. جرم مولی، به خاطر همین بهش میگن جرم مولی، گرم بر مول. مثلا ما اینجا 2 تا کربن داریم، 6 تا هیدروژن.
تا کربن داریم، یعنی جرم اتم کربن ضرب در 2 که هر اتم کربن جرمش 12 گرم بر مول، ضرب در 2 میکنیم. چرا؟ چون اینجا زیربندش 2، C2H6 به علاوه هیدروژن هم 6 تا داریم دیگه، 6 تا ضرب در 1، هر هیدروژن جرم مولیش 1 که 6 تا داریم، 6 تا ضرب در 1 که مساوی است با همشون با هم دیگه جمع کنیم به 12 تا 24 تا 24 به علاوه 6 مساوی است با 30 گرم بر مول. پس واحد جرمش هم میشه گرم بر مول، واحدش میشه گرم بر مول. مثلا NaOH، سدیم جرم مولیش 23 هست به علاوه اکسیژن که جرم مولیش 16 هست به علاوه هیدروژن که جرم مولیش 1 که برابر میشه با 40 گرم بر مول. C6H12O6 برابر با 6 تا اتم کربن داریم، 6 ضرب در 12 به علاوه 12 تا هیدروژن، 12 تا ضرب در 1 به علاوه 6 تا هم اکسیژن داریم، 6 ضرب در 16 که همه اینا با هم دیگه میشه 72 به علاوه 12 به علاوه 96 که برابر میشه با 180 گرم بر مول. 180 گرم بر مول. خب حالا توی مثال‌های بعدی ما می‌خوایم که مقدار گرم رو به مول تبدیل کنیم و همچنین بالعکس تعداد مول رو داریم می‌خوایم به گرم تبدیل کنیم. توی اسلاید بعدی برید مثلا ما 3 مول نئون داریم، 3 مول از اتم نئون داریم، میخوایم بگیم که چند گرم نئون داریم. این مول اینجا گرم، تبدیل مول به گرم. برای تبدیل مول به گرم نیاز به جرم مولی داریم دیگه. خب جرم مولی نئون هم برابر با 20 جرم مولی نئون. ببینید 3 مول نئون ضرب در، همیشه اون چیزی رو توی مخرج کسر می نویسیم که همون واحد توی صورت کسر قبلی باشه. مثلا اینجا باید بنویسیم که 20 گرم بر مول، 1 مول نئون معادل 20 گرم نئون هست. پس ببین جرم مولی نئون 20 گرمه، 20 گرم بر موله، ما همینجا 20 گرم بر مول می نویسیم. 20 گرم بر مول، مول حتما باید توی مخرج باشه. چرا؟ چون تو صورت کسر قبلی مول هست. پس ما مول نئون رو با مول نئون ساده میکنیم که راحت دیگه گرم نئون به دست بیاد دیگه. فقط اعداد الان ضرب در هم میکنیم. 3 ضرب در 20 60 گرم نئون. توی 3 مول نئون 60 گرم نئون وجود داره. دوازده گرم هلیوم ما داریم. میخوایم ببینیم که توی این 12 گرم هلیوم چند تا اتم هلیوم وجود داره. چند تا اتم هلیوم. ببینید یه نکته مهمی اینجا هست. خب برای تبدیل گرم به اتم ابتدا گرم رو باید تبدیل به مول کرد، دوباره از مول تبدیل میکنیم به اتم، از گرم تبدیل میکنیم به مول، بعدش از مول تبدیل میکنیم به اتم، پشت سر هم.
ببینید مثلا میگیم که 12 گرم هلیوم تقسیم بر 1 ضرب در 1 مول هلیوم برابر با 4 گرم هلیوم. این 4 همون جرم مولی هست. ببینید ما توی جرم مولی، مثلا جرم مولی هلیوم رو میگیم 4 گرم بر مول، یعنی 1 مول این 1 هست. 1 مول هلیوم برابر با 4 گرم هلیومه. 4 گرم هلیوم، یعنی میتونیم این هم میتونیم بنویسیم که 1 مول 4 گرم هلیوم. هیچ فرقی نمیکنه، اینها با هم دیگه معادلن. پس بستگی به این داره که صورت کسر قبلی چی باشه. اینجا گرم ما داریم، مجبوریم اینجا گرم رو بیاریم توی مخرج. اما در صورتی که اینجا برعکس بود، گرم توی صورت بود، مول توی مخرج بود. اینجا مول توی صورت، گرم توی مخرج، بسته به نیازمون. ضرب در خب الان گرم رو تبدیل به مول کردیم. این گرم با این گرم ساده میشه، اینجا مول میمونه. حالا میخوایم مول رو مثل اینجا که نوشتم مول رو تبدیل به اتم کنیم. پس دوباره مول، اینجا دوباره 1 مول هلیوم معادل با چند تا اتم؟ 6 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم هلیوم. اتم هلیوم مساویه با، خب ببینید اینجا این گرم هلیوم با این گرم هلیوم ساده میشه، مول هلیوم با مول هلیوم ساده میشه، چیزی که میمونه تعداد اتمه. سوال هم از ما چی خواسته بود؟ تعداد اتم های هلیوم رو از ما خواسته بود. 12 رو تقسیم بر 4 بکنیم میشه 3، 4 رو تقسیم بر 4 بکنیم میشه 1. 4 اینجا ما داریم. 3 ضرب در 6 برابر میشه با 18. 18 ضرب در 10 به توان 23 اتم هلیوم. پس اینجا خیلی راحت ما تعداد اتم های هلیوم رو به دست آوردیم. از چی؟ از گرم. پس این رو یادمون باشه، برای تبدیل گرم به اتم اول گرم رو باید به مول تبدیل کنیم، بعد مول رو تبدیل به گرم کنیم. مثال بعدی گفته که 9 ضرب در 10 به توان 24 تا اتم آرگون برابر با چند گرم آرگون. اینجا تعداد اتم رو داده، گرم رو میخواد. ما دو سوال قبلی، یعنی این سوال دومی، گرم رو داشتیم میخواستیم تبدیل کنیم به اتم. اینجا حالا اتم رو داریم میخوایم تبدیل کنیم به گرم. دوباره همین مراحل رو باید برگردیم، یعنی اتم رو تبدیل کنیم به مول و مول رو تبدیل کنیم به گرم. به این صورت که میگیم 9 ضرب در 10 به توان 24 تا اتم آرگون ضرب در، خب ببینید 1 مول از آرگون معادل 6 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم آرگون. معادل اینقدر اتم آرگونه. 1 مول آرگون 6 ضرب در 10 به توان 23 تا اتم آرگونه. ما اتم رو اینجا نوشتیم چون که میخوایم اتم رو با اینجا با این واحد ساده کنیم. ضرب در، حالا جرم مولی رو میخوایم. حالا جرم مولی، ببینید ما جرم مولی آرگون برابر با 40 گرم جرم مولی آرگون برابر با 40 گرم بر موله.
اینجا به نظر شما گرم باید تو صورت بنویسم مول تو مخرج، یا مول باید تو صورت بنویسم گرم رو توی مخرج؟ درستش اینه که گرم توی صورت باشه، یعنی همون 40 گرم آرگون به روی 1 مول آرگون، یا 40 گرم آرگون معادل 1 مول آرگونه که برابر میشه با، ببینید اتم آرگون با اتم آرگون ساده میشه، مول آرگون با مول آرگون ساده میشه، چیزی که میمونه گرم آرگونه و سوال هم از ما گرم آرگون رو میخواست. خب حالا فقط میمونه که اعداد رو در هم دیگه ما ضرب کنیم. خب یه خورده اعداد محاسبهشون یه قدر سخته، من دوباره بنویسمشون، این خورده جدا جدا بنویسم. 3 ضرب در 3 ضرب در 20 ضرب در 2 ضرب در 10 به توان 24 تقسیم بر 6 ضرب در 10 به توان 23. 3 تقسیم بر 3 میشه 1، 6 تقسیم بر 3 میشه 2، این 2 با این 2 ساده میشه، 3 ضرب در 20 میشه 60. اول رو ساده کنیم، 10 به توان 24 تقسیم بر 10 به توان 23، 10 باقی میمونه، یه 10 باقی میمونه. 3 ضرب در 20 میشه 60، 60 ضرب در 10 میشه 600. چیزی که باقی میمونه میشه 600 گرم آرگون. جواب نهایی ما میشه 600 گرم آرگون، یعنی 9 ضرب در 10 به توان 24 تا اتم آرگون برابر با چند گرم آرگونه میشه 600 گرم آرگون. 600 گرم آرگون. این هم جواب سوال آخر ما.